رافعی در وحی القلم خیلی جالب میفرماید، میگه که اگر از ما بپرسن فلسفه و حکمت اسلام در 2 کلمه بیان بکن و یا فلسفه و حکمت اسلام چیه، من حتما برای از اونا میگم که استقرار اخلاق. بزرگان جامعه شناس میگن در یک جامعه مبرمترین چیز و ضروری ترین چیز اینه که استقرار اخلاق در او جامعه باشه. الله متعال در وصف پیامبر علیه السلام میفرمایه و انک لعلی خلق عظیم، و همانا تو دارای سرشت بزرگ و اخلاق بزرگواری میباشی. پیامبر علیه السلام میفرمایند ما آمدم تا مکارم اخلاق کامل بکنم. صفات اخلاقی در قرآن کریم و در احادیث پیامبر علیه السلام بسیار زیاد به وفور آمده، اما یک اخلاق و یک صفت اخلاقی که ما او در رمضان باید پیاده بکنیم و مخصوص روزداران می باشه، او اینه که انسانهای روزدار باید مخبت باشند. الله متعال چه زیبا میفرمایه و بشر المخبتین، مخبتین را بشارت بده. مخبتین یعنی چه کسانی؟ وقتی که بیایم اخبات نگاه بکنین و واژه شناسی بکنین، اخبات یعنی نرمی و آرامش، اخبات یعنی متواضع و فروتن. فلذا خصوصیاتی برای اشخاص مخبت و فروتن بیان شده در آیه 35 سوره مبارکه حج. الله متعال تمامی خصوصیات در وقتی که بیان میکنه در 2 دسته و در 2 گروه جمع میکنه. اولین گروه اشخاصی هستند که عبادت میکنن، عبادتهای دینی، و به سوی عبادت به چشم غذا و دارویی نگاه میکنن که دل خود توسط از او جلا میدن و دل خود توسط از او آلایش میدن. و کتگوری دوم و دسته دوم عبارت از دیندار انسانگرا می باشه که قانونی ترین اهتمام از او و اساسی ترین هم و غم از او نیکی کردن به دیگران می باشه. وقتی که این 2 دسته از اعمال با هم یک جا بشن، دینداری شخص تکمیل میشه. شخص میشه دیندار مکمل و دینداری از او تکمیل میشه. اگر خواسته باشیم این صفات و این دسته از اعمال به شکل جزئی بحث بکنیم، الله متعال خیلی در آیات زیاد خیلی جالب میفرمایه. میگه که اولین خصوصیت از اونها اینه که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. دسته اول کسانی هستند که وقتی که ذکر الله متعال بشه، در جلو از اونها ذکر الله متعال بشه، قلب از اونها از اباحت و جلال الله متعال و ترس و لرزش میآید. دومین ویژگی این دسته اول اشخاص دیندار چیه؟ اینه که والصابرین علی ما اصابهم، از او غمها و محنتها و رنجهایی که به طرف از اونها میآید صبر میکنن. در مساف تندبادها از صبر کمک میگیرن. از صبر و نماز، توسط صبر و نماز از الله متعال مدد میجویند. الله متعال میگه واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. توسط صبر و نماز استعانت بجوین و این بسیار زیاد کار بزرگیه، بسیار زیاد گرانه مگر برای خاشعین، متواضعان و اشخاصی که فروتنه. و همچنین با پوشیدن لباس صبر امامت از الله متعال تحویل میگیرن، جایی که الله متعال میفرمایه و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا. هرگاه که صبر کردن امامت از الله متعال تحویل میگیرن. و ورد زبان از اینا همیشه دعای ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین می باشه. ای بار الها بر ما صبر بریزان و ما مسلمان بمیران. ویژگی سوم این اشخاص اینه که نماز میخوانند. والمقیم الصلاة، نماز به 2 دلیل میخوانند. اول به خاطر که مدد بجوین از الله متعال طبقی که قبلا ذکر شد، و دوم ای که تاب مقاومت خور در مقابل خطاها و گناهها زیاد بکنن و بالا ببرن. الله متعال جالب میفرمایه و اقیم الصلاة، نماز بخون. چرا؟
چون ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، همانا نماز از خطاها و گناهها ترباس می‌داره. این سه عمل وقتی که انجام بدن از جمله شخص عابد دیندار میشن و وقتی که خواسته باشن از جمله دیندار انسانگرا باشن که دین و ایمان تکمیل بشه باید چه کار بکنن؟ اونجا هم الله متعال برنامه داره، چنان که میفرمایه و مما رزقناهم ينفقون، و از اون چیزی که رزق دادیم و روزی دادیم برای از اونا انفاق میکنن و خرج میکنن. نه خرج به این خاطر نه که دل نفر به دست بیارن، خرج به این خاطر نه که فقیر کمک بکنن، خرج به خاطر ای که قلب و دل خود تطهیر و تزکیه بکنن از رذایل نکوهیده مانند بخل و تنگ چشمی و خود آراسته بکنن به فضایل والای مانند گشاده دستی و سخاوت. و هدف دوم از اونا این می باشه که به فقیرها کمک بکنن و به هم نوعان خود کمک بکنن، چنان که در آیات الله متعال در سوره مبارکه انسان میبینیم میگن که ما برای اسیر و یتیم و مسکین کمک میکنیم و وقتی که اونا میایم تشکری بکنن اونا چی میگن؟ انما نطعمکم لوجه الله، ما شما فقط به خاطر الله متعال کمک کردیم، فقط به خاطر که قلب ما از رذایل و آراسته باشه و فضائل کمک کردیم. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، از شما هیچ پاداشی و هیچ تشکری هم نمیخوایم. این کمک فقط به خاطر الله متعال بوده. و جالبتر از این همه اینه که همه اشخاص متواضع و فروتن و مخبت از عبادت الله متعال خوشحال میشن. ابن عطای سکندری خیلی جالب میگه لا تفرحک طاعت برزت منک، تو خوشحال نشو که طاعت از تو بروز کرده و این طاعت تو انجام دادی، وافرح بها لانها برزت من الله الیک، بلکه خوشحال باشو که الله متعال این عمل از کالبد و جسد تو انجام داده، یعنی که توفیق داده که طاعت و عبادت تو انجام بدی. پس چه خوبه که در این ماه مبارک رمضان بیایم از جمله متواضعین و فروتنها باشین و این 4 ویژگی که اشخاص مخبت، فروتن و متواضع، اشخاص آرام و نرم دل دارن، اینا رو تمرین بکنیم تا که بعد از ماه مبارک رمضان هم تأثیرات از او بالای ما باشه. و آخر این ویدیو یک شعر هست که میخوایم تقدیم بکنم درباره اشخاصی که متواضع و فروتن می باشن و از رزق خود انفاق میکنن به دیگران. خیلی شاعر جالب میگه که عمر به خوشنودی دلها گذار، عمر به خوشنودی دلها گذار، تا ز تو خوشنود بود کردگار، سایه خورشید سواران طلب، رنج خود و راحت یاران طلب، گرم شو از مهر و زکین سرد باش، چون مه و خورشید جوان مرد